السلام علیکم دوستان عزیز. امروز ما در تبریک اولین در تبریک مادر مهربان زن عاقله خاندان برای تبریک کردن خاصیت‌هایی آمدیم. از نام شخصا بنیادکه، از نام پدرشان ظاهرکه، از نام برادر و خواهرانشان تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی و فراغتی را البته مانند هر روزی که پیشکش شما میکنیم هر وقت و هر روز با ما باشید. با شبکه شهنان با امروز آمدیم به محله نوبافچیان. با ما باشید. السلام علیکم مادرجان‌های عزیز، السلام علیکم صاحبان خاندان. من امروز در این محله نوبافچیان، در این خاندان پرفیض، در این ماه شریف رمضان، در این دسترخوان پر از ناز و نعمت، در این دسترخوان مراد در بالای افطاری همراه شما سرجم آمدیم. فهمیدیم البته از نامی بنیادکه گفتم که صاحب خاندانی من، صاحب قلبی من امروز زادروز دارم، یک طرف تبریک کنید. البته من همونجا میشوم از نام من نیت‌های نفس و نیکامه رسانید تا کرسک زنیم اگر خاصیت‌هایی را تکلیف میکنیم. مرحبا. البته بنیادکه شما یا میان شما نزدیک ترستید. مرحبا. خاصیت‌های زادروزتان مبارک، مولود خجسته‌تان را مبارک باد میگوییم. بگذار خاندانتان پر از روزهای خرسندی باشد. ما شما تبریک کنی آمدیم پیش از همه از نام بنیادکه، از نام پدرجان عزیزتان ظاهرکه، از نام برادرانتان غنیکه، عبدالرحمانکه و از نام خواهرکه عزیزتان دلفریزاییتی شما تبریک میگوییم. و امروز تمام نیت‌های نفس و نیک از نام بنیادکه برای شما روانه است. بگذار همه خاندانتان گل شکوفان باشد. در خاندانتان فقط روزهای خرسندی باشد. آواز گریه کودک برآید. در روزهای خرسندی مادران مهربان آمده فقط شمایان را در سر فرزندانتان نشسته الله‌های شیرین را خواندن نصیب کند. امروز روزتان مبارک. از نام بنیادکه تمام نیت‌های نفسشون را میگوییم که بنیادکه گفتند که من سر شرم دارم. از نام من امروز یک باشد را تبریک کنید. البته زندگی پستی و بلندی ها داشته است. در همین پستی ها در بلندی های زندگی همراهی من ایستاده در زحمت و مهنت کردن حیات و فعالیت من برای من رونق دادن، برای من مهنت های من و چخلی که قناعت کرده زندگی کرده ایستادگی همین یک باشد. رحمت میگویم. من با همین آیله خوشبختم. میخواهم که فقط خوشبخت شده، خرسند شده، فقط روزهای نیک و امخیل آمده تبریک کنم. از نام بنیادکه شخصا برای شما خاصیت‌هایی میگویم که اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. قسم بر کاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم. اگر ارزی نیازی من، همه سوز و گدازی من، و گوشی تو نمیفارد تو را من دوست می‌دارم. هر باره که این زندگی پستی بلندی ها دارد، هر باره که البته در این روزهای خرسندی شاد کنم اگر من خرسند و شاد میشوم. امروز زادروزش مبارک باشد. البته در اینجا ما یک دسته گل زیبا را از نام بنیادکه تیار کردگی اگر بمالال باشیم اگر بنیادکه خودشان میسپارند یک تا کرسک وقت میزنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. البته نیز یک تحفه هست در دست بنیادکه. چرا که خاصیت‌هایی هر بهار بنیادکه شما گل چیده میداده نه گل‌های لالای بهاری چیده میدیم. برای امروز در نزد مهمانان یک البته تحفه زیبا دارم دستمانه برای همین یک باشد برای خاصیت‌هایی یک تا کرسک میزنیم. دخترگی دستمانه زیبا برای آیله شما مبارک باشد. مبارک باشد. البته در اینجا باز تحفه ها هست از نام ظاهرکه. اگر بیمالال باشن احمد جان را تکلیف میکردیم. ظاهرکه بیمالال باشن اگر میخواستیم نزدیکتر بیایند. امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. در روز خرسندی چه نیت های نفس و نیک کنیم می ارزد. مرحمت
مادرجان عزیز شاهسلطانی خاندان مرحمت بکنید کنی الله شما بایستید کنی السلام علیکم احمد جان امروز روزی خورسندی بود از خاندانتان بر گفتم که در این خاندان در این ماهی شریف مهمان شوید ما شمایان را با سلطان ماها با ماهی شریف رمضان تبریک میگوییم با امروز روزی زادروزی خواهر نازنین تبریک میگوییم مرحمت آن تحفه ارزنده و زیبنده را بهر دخترکتان میسپارید حتی که اصلا بخواد بزنیم میسپارم مبارک باشد ظاهرا من یک تبریک بکنیم می حتی ایناشو بیستیم دور نرفته حتی برای فرزندان امروز شما انمی شاهسلطانی خاندان دعاگوی فرزندان حتی دعا کنیم مرحمت از نام اویلان از نام خدا تبریک میکنم بچه کو همش از نام سر فرزند دنیا ایلی گشتانو این سولان شده قنیر زیاشه ای رحمت سلامت باشد مبارک باشد زادروز مبارک رحمت حاضر ظاهر من دور نرفته ایستید در اینجا ما شیرینی تیار کردگی نیت کرده خاصیت‌هایی که امراهی بنیاده که یک جای تورتا را میبریم نیت کرده شاماش خاموش میکنیم بگذار خاندانتان پر از رسای خورسندی باشد در این خیلی بزم زیبا در این ماهی شریف رمضان در این خیلی رسای خورسندی البته تبریک کردن ارزنده و زیبنده است نیت کرده شبها را خاموش میکنیم مرحمت تورت تیار باشد اگر تا تیار کردنی تورت ها البته یک تا سخنهای نکو رو شنویم تبریک میکردنگی باشد اگر یک تا کی تبریک میکند سر بکنیم می مرحبا همه وقت در سری باید صاف از سلامت باش السلام علیکم هموطن با خوش آمدید مهمانای عزیز آیت الواجه رو شما تبریک میکنم سر کنه الهی این بچه دار شهر اگزک بیاد احساس های نوبت رحمت سلامت باشن مرحمت کنی شیرینی نزدیکتر بیارید کنی مرحمت حاضر نیت کرده یک جای شبها را خاموش کرده مرحمت Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. مبارک باشد بگذار خانتان پر از آوازی کودکان باشد علم خیلی شادان و خرسند خندان بر اطرافتان پروانه باشد زادروز مبارک حاضر از کلام سلام دیت های نیک را میشنویم مرحمت خاله جان مهربانی ما سلامت خاله من شما از سلسله تبریک کنیم مرحمت نکنیم آقا کیز گرسنه بچه ما السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی اجازه دهید من از نام خدا از نام اهل عائله
کری نما خاصیت‌های رو با روز زادروزشان تبریک و تهنیت نموده به این کس عمر دراز سعدیانه الهی عمرشان دراز شود فرزندناک شوند این سال همین چاقی فرزندناک شوند سر و گواره کده الهی همه خیلی جمع کنند الهی تا دنیا بودنه صاف و سلامت باشه بنیاد جان کدی پیری به دولت شد کلی مولا جان همه وقت چی ارزی نیتایی که دارتون نیتاتون برسیتون الهی ماه شریفی رمضان مبارک شد همه وقت عیدهای امیسگی مبارک شد همه وقت همه الهی حج برفتن بر نصیب رزق کند از پیشت شما پدرتون الهی دولت پیری بینن تا دنیا بودن حضور شما نبینن ستون شما شن دعاگوی بلیکاشون شن با دقتتون تشکر رحمت به همه‌تون رحمت شما سلامت باشد مبارک باشد بازید در اینجا گنگامولای عزیزشان زنی تا باشان بودین اکتا تکلیف میکنیم مرحمت کنیم حتی شرکت تبریک کنیم نمید رقصش که تیمی خیلی بریزید رقصش که بوده سن آمزید یک جویه البته خاصیتی در اینجا همه میمانان برای تبریک شما آمدگی برای تبریک خانواده آمدگی یک جویه خورسندی کردن میرقصیم خورسندی میکنیم زادروزتان مبارک باشد مرحمت
مرحمت از سخنهای نمزانیکشون رو شنویم. مرحمت. Ассалому алейкум, мehмонон, хуш омадедон. Хосиятҳои табрик мекунем, илоҳим саъд бадарем. Ин рӯза ҳама рӯзатон ҳаман хел шавад. Ҳама вақт нағз Худо хоҳад инсон ҳичоқи экзак ки биёред. Илоҳо умратон дароз шавад. Ризқатон умратон зиёд шавад. хонаи шумо пур аз бача шавад. ин вақтатон ҳама вақт шавад. тои фарзандатон қатор шавад. илоҳим хонатон ҳама хел пур бача шавад. تبریک میکنم سعد داره دنیات که بخشش بگردید همه خاندان و خوشبختیان مهمونای نوان ساخت سلامت کرد بیا افشتا شما هم قطار بیاریدون نیت ما همین رحمت شما بر سلامت باشن. البته مادر جانم تبریک میکنم. مادر جان بهتر چرا قلب بگونگی آسنامه تبریک در خود است. مرحمت.
السلام علیکم. السلام علیکم مهمونlar و خوشگی پیزا kelinimde derajdi nase sabret kılsınlar ki bünyat bulunlar kuşa karı numa bulsunlar bolalık bulsunlar ikza gavara mağlusa şerifine bulsunlar rahman Rahmat sizga, salomat bo'ling. Albatta mehmonlar aziz, یک joya qadam shirka rasm girayim بعد از آن با ما جواب و یک شرکت برای تاریخ هم جویا رسم میگیریم. از همه نازنین، از همه مهربان، از همه بهترین در جهان مادرم سایبانی سرم با تو آسان بود جمله مشتیلم با تو در زندگی خوشتیلم مادرم سایبانی سرم با تو پیوسته ام آنچنان سر به سر به دل به دل جان به جان مادرم سایبانی سرم. مانا بیننده های عزیز، این بودن یک لحظه خرسندی در محله نواخچیان. امروز ما دلی یک مادر مهربان، دلی یک زنی عاقله خاندان رو تبریک کردیم. با حیث میگویم خداوند عزیز نصیب گرداند لایق مادر شدن را، لایق فرزندهای نازنین گشتن را که اصلا تحفه بی‌بهاترین این در حیات انسانیت فرزند است. خداوند کریم بهر آنها آن تحفه بی‌بهاترین را عطا کند و دعا گوید شما عزیزان در آن آینه نیروگین بهر ما، بهر این صاحب امروز بزم. مانند هر روز و هر وقت جماعت شهنان در این خیلی بزم‌های زیبا مهمان شده آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. با ما باشید. باشه بقیه شهنان. رحمت برای شما. سلامت باشید. خوش. خیر. معلش. سلام باشید. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک شادی همه جهان مبارک عالم همه در نظر چی زیباست این روزی نگویتان مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم صد روز برایتان مبارک شادی همه جهان مبارک عالم همه در نظر چی زیباست این روز نگویتان مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروز شما
دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چیزی باست این روزی نگویتان مبارک مبارک